این لوندر رنگ دلخواه مامان من هست. روحشون شاد. 9 یا 10 آگوست مموریالشون هست. درست نمیدونم سالگردشون 9 هست یا 10. بچه ها همیشه در خانه اینو میشنیدن که مامانم میگفتند. هرچه نگاه میکنم، البته به طوری که میگفتن، هرچه مینگرم میبینم مسلمان ها بدترین هستن در دنیا و مسیحی ها بهترین. هرگرد باخیام جوریم مسلمانlar بدترین دی، مسیحیler قشنگترین دنیادا. و من تحقیق به عمل آوردم، بایبل رو خوندم بارها و بارها ببینم چرا مسیحی ها بهترین هستن در دنیا و در کل وعظهای لورد جیزوس کرایست، موعظه های و تعلیمات اخلاقی و دینی پسر خدا، یگانه پسر خدا عیسی مسیح، وعده دهنده از طرف خدا در اولد تستمنت، در تورات، که مسیح نجات می آید و 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح پیشگویی شده بود از طرف پیامبران اولیه و تعلیمات اخلاقی لورد جیزوس کرایست در بالای کوه برکات که اوج تعلیمات اخلاقی و علمی دینی لورد جیزوس کرایست بوده، که البته یک نمونه علمش این هست که ازدواج های اقوام که عقد دخترم و پسرمو در آسمان بسته شده رو لورد جیزوس کرایست نفی کرده. روح مامانم شاد.